خب بریم سراغ ویدیو. خوشحالم خیلی ذوق‌دارم. 3 2 1. سلام به کانال یوتیوب من، خوش اومدین. ممنون از اینکه همراه من هستین و ممنون از اینکه منو حمایت میکنین، به دوستاتون معرفی میکنین ویدیوها رو. امیدوارم که اینجا کلی چیز خوب از همدیگه یاد بگیریم. اینجا قراره در مورد مهاجرت و مهاجرت تحصیلی مخصوصا صحبت بکنیم. منم اینجام، هنوز تهرانم. دقیقاً امروز فکر کنم 3 تیر 1401 همچنان در تهران به سر میبرم و امید دارم که تا آخر شهریور بپرم به سمت لندن. ولی اومدم راجع به مسیری که توی این مدت طی کردم با هم دیگه صحبت کنیم و تجربه ها با شما به اشتراک بذارم، سوالاتون رو جواب بدم. امیدوارم که این ویدیوها مفید واقع بشه و به شما کمک کنه تا مسیر خودتون رو پیدا کنید. ویدیو امروز در مورد موضوع که چرا مهاجرت؟ تا حالا به این فکر کردین که آیا واقعا شما آمادگی مهاجرت رو دارین؟ مهاجرت به تنهایی خودش خیلی کار سختیه. از قبل از اینکه بخواین شروع کنین تا برسید به اون کشور مقصد و ماجراهای بعدش، همه کلی داستان و بالا پایینای احساسی داره و به نظر من خیلی مهمه که آدم‌ها 4-5 تا دلیل شخصی داشته باشن. معمولا از آدم‌ها که میپرسی برای چی میخوای مهاجرت کنی؟ وضعیت بد اقتصادی، شرایط، گرونی، دلار، اینجا جای زندگی نیست، اینجا امنیت نداریم، همه دارن میرن، من تنها موندم، همه دوستام رفتن. پرسیدن داره، معلومه دیگه، و جوابای دیگه. من نمیگم این جواب غیر منطقیه ها، نه، خیلی هم قابل درکه و جوابهای کلیه که همه اونایی که میخوان برن، اکثرشون یه بخشی از جواب و دلایل شخصیشون ایناست. ولی دلایل شخصی شما چیه برای مهاجرت؟ شما چی میخواین توی مهاجرت به دست بیارین؟ به غیر از این دلایل کلی که برای همه مشترکه، شما از زندگیتون چی میخواین؟ بعضا خیلی میان تو دایرکت به من میگن که ما میخوایم مهاجرت کنیم، به نظرت مثلا بهترین راه مهاجرت چیه؟ بعضیا میان میگن که ما میخوایم مهاجرت تحصیلی کنیم، وکیل خوب میشناسیم. اینجا میخوایم راجع به این با هم دیگه صحبت کنیم که آقا اصلا قبل از همه این سوالا مهمه که یه سوال رو دقیق به خودتون جواب داده باشید. شما واقعا آماده مهاجرت هستین؟ درسته که یک بخشی از آمادگی توی پروسه مهاجرت ایجاد میشه و هر چقدر هم که ما آماده باشیم، وقتی میریم اونجا بازم سورپرایز میشیم. چند ماه اول حالمون بالا پایینه. ولی واقعیت اینه که قشنگ بشینین فکر کنین، ببینین شخص شما برای چی میخواین مهاجرت کنین. ما تو دوران مدرسه یاد نگرفتیم که درست انتخاب رشته کنیم. خیلی از ماها تجربه اینو داریم که وقتی وارد رشتهمون شدیم تو مقطع کارشناسی، دیدیم که ای بابا این چه رشته‌ای بود، چه کاری کردم، چرا بقیه مثلا منو به سمت این رشته هدایت کردن، چرا من فقط دنبال این بودم که بازار کار چه رشته‌ای خوبه و بعد رشته‌ام انتخاب کنم. خیلیا حتی ادامه میدن لیسانسشونو و اصلا مسیر رو جلو میرن و وارد شغل نمیشن که دوستش ندارن، فقط به خاطر اینکه یه زمانی گفتن بازار کاری این رشته خیلی خوبه و الان تو بورسه. آیا میخواین تو مسیر مهاجرتتون که قرار هویتتون رو از صفر بسازین دوباره همین مرحله رو طی کنین؟ اگه جواب شما نه، لطفاً دنبال وکیل مهاجرتی برای پیدا کردن رشته‌تون نباشین. هیچکس بهتر از شخص شما نمیتونه تشخیص بده که چه رشته‌هایی به درد شما میخوره. این نکته رو هم میخوام بهش اضافه کنم که شما تو هر رشته‌ای دوستش داشته باشین و خودتون رو بسازین و عالی باشین، قطعاً براتون همه جای دنیا کار پیدا میشه. حالا باز هم این مراحلی داره که باید طی کنین که آقا اگه من این رشته رو دوست دارم، اگه این رشته مناسب منه، کدوم دانشگاه ها توی کدوم کشور دارتش و به طب کجاها شرایط شغلیش بهتره. قاعدتاً وکیل‌های مهاجرتی نمیتونن برای هر شخص جداگونه همه این مسیرها رو طی کنن. من شخص خودم رو براتون مثال میزنم. واقعاً مثلا 2-3 ماه میشستم به کوب دنبال رشته ها میگشتم،
علاقه خودم رو توی چند سال با ورکشاپ های مختلف رفتن، با ویدیوهای مختلف توی یوتیوب دیدن پیدا کرده بودم تا حدودی و همه اینا ذره ذره شد انتخاب نهایی من بین 2 رشته، بعدش یه رشته. حالا ببینم بین دانشگاه‌ها و کشورها و شرایط شغلی کدوم برای من بهتر. اینکه فقط ما میگیم الا و بلا فلان کشور، فلان دانشگاه، یه خورده شدنی نیست. دوباره میشه همون آش و همون کاسه‌ای که ما اینجا تجربه کردیم. در صورتی که ما داریم مهاجرت میکنیم، همه سختیاشو به جون میخریم، دوری از دوست و آشنا و فامیل و محله‌ای که توش بزرگ شدیم، همه اینا هزینه هایی که داریم پرداخت میکنیم که یک سری چیزا رو به دست بیاریم. پس دقیق تر با خودتون بشین فکر کنین شما برای چی میخواین مهاجرت کنین، دلایل شخصی شما چیه، اینا رو بنویسین. میدونین چرا میگم بنویسین؟ به خاطر اینکه یادمون میره بعضی وقتا چرا ما واقعا میخواستیم مهاجرت کنیم. وقتایی که شرایط سخت میشه، وقتایی که جواب پذیرش نمیاد، نمره زبان به اون حدی که میخوایم نمیرسه، کارهای دانشگاه به اون سرعتی که ما انتظار داشتیم پیش نمیره، مدارک آماده نمیشن، یه شرایط جوی حتی در حد دنیا ممکنه مثل کرونا پیش بیاد. همه اینا شده، اتفاق افتاده و فقط در حالتی شما میتونین واقعا مهاجرت کنین که انگیزه شما مدام تقویت بشه، هدفهای شما محکمتر از هدفهای کلی و عام باشه. شما باید دلایل شخصی برای خودتون داشته باشین، به خاطر اینکه وقتی مهاجرت کردین، وقتی توی دلتنگی بودین، توی اوج دوران بالا پایین احساسی بودین و فشار درس و کار و همه چی با هم باعث شد که روزگار سخت و تلخ بگذره، برگردین نوشته هاتون رو مرور کنین و بدونید که درسته که یک چیزایی رو از دست دادین، ولی به ازای چیزایی که دارین به دست میارین اینا هزینه هایی بوده که باید پرداخت میکردین. میدونین تو این ویدیو ما قرار نیست به این نتیجه برسیم که مهاجرت تحصیلی بهترین گزینه است. اتفاقا برعکس، میخوایم به این نتیجه برسیم که آیا واقعا مهاجرت بهترین گزینه برای شخص ما هست یا نه. بخاطر همین میگم که شروع کنین، فکر کنین، دلایل شخصیتون و اولویت هاتون رو برای خودتون مشخص کنین و نذارید دوباره اون مسیر و پروسه‌ای که توی 12 سال دوران تحصیلی ما و بعدش دوران لیسانسمون، کنکورمون اتفاق افتاد تکرار بشه. بیاین حداقل حالا که قراره توی یه کشور غریب، توی جای جدید هویتمون رو از صفر بسازیم، طبق علایقمون، طبق آمال و آرزوهای شخصیمون این مسیر رو طی کنیم و قدم برداریم. خب من برگشتم سر جام دیگه. همونطور که میبینین این آفتابه روی این دیواره رفته. بنابراین میخوام باهاتون خداحافظی کنم. فقط قبلش بگم که مرسی از اینکه همراه من بودین. ممنون میشم اگر ویدیو رو دوست داشتید با بقیه به اشتراک بذارین. منتظر خوندن نظراتتون اینجا و سوالاتتون در دایرکت اینستاگرام یا همینجا تو کامنت هستم، هر کدوم که خودتون راحت ترین. واقعا دوست دارم که تاثیرگذار باشه این ویدیو، یعنی بعد از دیدن این چند دقیقه با خودتون بشین فکر کنین که من واقعا برای چی میخوام مهاجرت کنم، آیا آمادگیشو دارم، آیا هدفهای کامل رو دارم. آمادگی روحی هیچ وقت 100% نمیشه برای این موضوع، ولی خب وقتی که هدفاتون مشخص باشه خیلی انگیزتون بالاتر میره و میتونین کفش آهنیتون رو بپوشین، تو این مسیر قدم بردارید و هیچ چیزی باعث این نشه که شما پا پس بکشین. دوستتون دارم. مرسی که همراه من بودین.